خاطر خوش بگذی دوران. خاطر خوش هم میگم رو شما آمدید. تشکر. واقعا نمایه؟ زنده باشید. خوب شد که خاطر خوش بودید. خاطر بد بگینگه. دیگر روزا بستنش خاطر بد. خوب شد خیره تیر شد رفت. دیگه دوران نمایه بلید خوب؟ دوستای خوبم سلام و دوست که خوب خوش صحتمند باشید. امروز ذکر آدم مکتب که در مکتب شامل کنم که زیبا درس بخونم. سیز مرتاخر همراهی بفریم. سلام علیکم. سلام بخیر. سلامت. سلام باش. بریم پیش. سلام کنم دوستا. حال شما خوبه؟ بخیری؟ سلامت باشید. شما خوبی؟ سلامتی نیست؟ سلامت باشید. تشکر. تشکر. ست درسای ادامه دارید نه؟ درسا آره فعلا که کلاسای تقویتی زمستانیه. تقویتی زمستانی. آره. چند وقت شروع مکتب خلاص شده. تقریبا 3 روز 4 روز میشه. 3 روز. امروز تاریخ 4 تقریبا تاریخ اول شده بود. تقویتی زمستانی کل مضامین یا نه؟ زمستانی نه حدود 6 مضمون تدریس میشه. هم 6 مضمون اساسی. کدام مضمون؟ صنفای پایین دوره ابتدایی دری، ریاضی، قرآن کریم، انگلیسی، پشتو، تعلیم و تربیه اینا تدریس میشه. ما ذکر برای خوردم امروز. قبلا نیز نخوانده درس. میخوایم تا بهار خود آماده کنم برای مکتب. تقویتی بخونم. صنف اول کدام کتابای صنف اول دری هست، ریاضیه، تعلیم و تربیه، قرآن کریم، انگلیسیه. باید کتابایش خودون میبینی یا نه؟ کتابایش آره چون مکتب خصوصیه کورس هم که خصوصیه دیگه باید خوشحالی تایید نه کتابش درس زیر پیش نرفته دیگه؟ نه زیر پیش نرفته میخوایم ثبت نام کنید ثبت نام کنید؟ خوب است استاد اینا سیتریا کسا 12 ساله یا نه؟ خب صنف اول باید 8 ساله صنف اول باشه نه؟ بله باز اینا خب اینا اگر تلاش کنه زمستان خود خود بیرسه سال آینده میتونه امتحان سویه آره اگر خودش تلاش کنه شما هم بخانه هم باش همکاری کنید میتونه که زمستان صنف اول بخونه سال دیگه اگر صنف دوم را امتحان سویه بیده صنف 3 بره میتونه شامل شنه اگر نه بخی این زمستان صنف اول بخونه از سال دیگر صنف دور امتحان سویه بیده صنف 3 بشه میتونه بسیار خوب میشه دیگه اگه کاری بتونه خود شما همکاری کنید میتونه آره البته بستگی به شوق و علاقه خودش هم داره دیگه خود شوق و علاقه خود داشته باشه خب استعداد خوبه وجود که تونس نخوانده زکریا جان نام پدر چیزه؟ اسماعیل پیش روز می پاس روز؟ اردو پیش زور کم داریم بعد آره پیش زور پیش زور ساعت 10 تا 12 میشه تایم درسش خوب وقت نه؟ آره زکریا اسماعیل صنف اولیه زمستان نه قدر لباس گرم باشه خوبه زمین کارت باید باشه کارت خراب نکنی خب دیگه استاد در مکتب ما خودم در خانه کار نباشی دیگه مکتبم باید استاد خوب سعی کار کنه انشالله کار میکنه بخار انشالله فقط از خانه که همکارش نه شاگرد خود زود میرسن نخواه چون در اینجا استاد تایم درسش کسته 50 دقیقه خب 50 دقیقه در 50 دقیقه یک مضمون خوب قشنگ راحت میتونه برسن نخواه شاگرد خوب سعی هم یاد میگیره اگر از خانه همکاری نشنه کار خانگیش در خانه قبض کار نشنه
باز فراموش میشه. فردا که به درس جدید که بخونه درس قبلیش بعد از یک روز دو روز فراموش میشه. بهتر کارخانگی در خانه هم داشتم کاری کنه. باز اون درسایی که میخونه اینش تکرار کنه تا دیگه فراموش نکنه. بسیار خوب. ذکریام شاگرد مکتب شد. از این بعد در مکتب مایه درس میخوانم. انشاءالله سال آینده اگر امکان چه باشه بتونه خود رو برسونه تا سن بسیار میتونه انتخاب پیدا کنه نه؟ آره انشاءالله سال دوست عزیز ذکریا جان در میش دبل سرخی شدت درساخ کار میکرد من روش کمک میکرد باز قسم میکرد خوبش قسم میکرد از دورانی که چوپان بود 3 سال از دوران بلده از ما قسم کرد ما گفتم که خیره می قصه اخرى بلده دوستام شریک کو دیگه این یالی ذکریا جان یک سلام کنم. سلام دوست. سلام علیکم. سلام علیکم. خب ذکریا این یال قصه کو دیگه اسکوچش قصه کن. از کجا شروع نی؟ از زمین شروع کو مالار سبکی ساعت چند میبردی؟ ساعتای گسبه؟ ساعتای 5 میبردم. پاس تیرما پاس میبردم. ساعتای 8. ساعتای 5 قدر گانه بود؟ بود. گرمی میاد یا نه؟ نه. حالا همه قصه باز وقت خوب یخ نبود نه؟ باز اینال گرمی نمیاد وقت باز ترس نمیخوردی چون آدم مادر نیستن دو طرف نه. ترس نمیخوردم. خب باز تیرما ساعت چند گفتی 8؟ تیرما باز وقتا قدر یخ بود که ساعتای 8 بجه افتنی من وقتا بازم یخ بود وقتا نه؟ خب بیگا باز ساعتای چند میوردی؟ بیگا تابستان لازه دیگه. باز تابستان یک قم بود که چاشت نمیوردی نه؟ میوردم. میوردی؟ خب چه وقت چاشت نمیری مالار؟ تیرما. باز چاشت هم میوردی؟ چاشت ساعت چند میوردی مالار؟ تابستان؟ تابستان ساعتای 11 دو اون وقتا. 11 دو. باز نالی بعد از ظهر باز ساعت چند میوردی؟ ساعتای 2 بجه. وقتا باز زیاد گرمی نبود؟ گرمی نبود زیاد؟ بود دیگه. باز وقتا 2 نیمه میرم کدم. تابستان که قدر گرمه نه؟ دمز گرمی باز سردرد نمیشدی؟ سردرد نمیشدم. باز آب میبرد بلده خود تشنه نمیشدی؟ آب میبردم. خب باز نالی ما شنیدم خب؟ البته ایش تو قصه نکدی ایش ما شنیدم بود گفتم ذکریا مالار که میبرد باز دکو آتیش داغون کرد. ترمایسال داغون کردم. از چی خاطر؟ هموتر. نه چشم داغون کردی؟ داغون کردم. پلتا از اوسا میرفتم برون داغون کردم. از اوسا پلتا میرفتی؟ باز چی خوشه از کجا میکردی؟ بلده ازی که گرم کنی خود خره یا نه؟ بعض وقتا گرم کردم بعض وقتا نقی داغون کردم. نقی داغون کردی بیخش میشیشتی؟ چطور مالا هم خط گرد آتیش جب میشد؟ نه حالا میچریدک. خب چند نفر بودیم؟ بعض وقتا 2 نفر بعض وقتا 3 نفر. اونام چیپو بود رفقای تو؟ آره. چه قدری بود؟ یک دنش حساب مکم کتاب یک دنش ریزه بود. ریزه بود سرستون؟ آره. وای چند ساله باشه خدا؟ باش. وای خواهی تو خب او رفیق کدامش زیاد خوش داشتی رفقای؟ ریزش. خوب بچه بود؟ رقم استوله؟ امیالم در نظر چیپو باشه؟ آره. امیالم است چیپو؟ خانیش دک جای او رفیق تو؟ او دابخو. یک روز مانوش که گفت که شندون که بسکیل خورده گفت که ما هم کش بسکیل میخوایدم. ای بچه خیلی یک روز موریم بخش خواه؟ خانیش بلدی دیگه؟ آره. یک روز موریم بخش خواه؟ خب چیز خیلی خوش داریم شما بلدید دیگه کنم؟ کباب. کباب؟ کباب یال کنه وقت هم شده دیگه نو کره کباب هم نیه خب بلدید قبل میدیم که صبح درو مبرم دا هتل
سه سه خوش داره اوتال بخوری دمی جور کنم اوتال خوب است دیگه اوتال خوش داره سه یک روز میرم اوتال صبح سه تو نوز اوتال رفتی؟ نه هیچ نرفتی؟ هیچ هر صبح بس چاشت میریم اوتال خب؟ خواه کدام وقتی تب خوردی؟ تبره کی تب کرده تو سر مال تب کرده بله چیز خواهد؟ چرا مالا از گرت مرفت بله کشتای مردم؟ بله سخال مرفت مالا بگاک میمودا گوشنا بود نه؟ گوشنا من اختفا مرفت بلجاقی ها بل طال همالا بل اشترقا مرفت اختفا میمود تب کردی چرا قچه وزد؟ قچه پاک حالا کور تب کنم توش که مالا رو خانه نیرست باز اختا مالا گم شد چند دفعه مالا گم شد از گرد؟ مالا 3-4 دفعه گم شد بس پیدا تا نیستی خود تو؟ خود پیدا کده یا نه؟ یک دفعه خودم پیدا کردم تو کجا رو گشتی؟ تو چه وقت بود؟ یا وقت شده شو چه رقم؟ یک دفعه شو تنها پیدا کردم ترس نخورده دی چه وقت نه بود؟ اگه تا خوب سعی ترکش داد نه؟ آره یه ملازه بود ترس نخورده دی؟ نه آخر پیدا کردی دیگه؟ بازو چند دفعه دیگهش که گم شد تو پیدا ندی؟ نه خودگانشو پیدا کرد بس سرد قار نشد؟ شد ترس نخورده دی؟ نه مالا بل دکتر رفته تام شد ره مالا شوخه بل اشترقام رفته نه برخ مالا لی بیاده بولی مال میگه بوس میگه سخار میگه میره میتره خب تبختر قدر عذاب کده بچه خب یک خاطری خوش از دوران قصه کن خاطر خوش هم میگم رو شما آمدید تشکر واقعا نمایه زنده باشید خوب شد که خاطری خوش بودید خاطری بد خوب بگینگه دیگه روزا بستنش خاطری بد خوب شد خیره تیر شد رفت دیگه دوران نمایه بلید خوب تو باید خوب درس بخونی و هم قد زیاد کار نو خودتم باید تلاش کنی خوب تنبالی نکنی دیگه درس بخونی زبانم یاد بگیری دیگه مکتب خرم تو تا بهار رو باید خود برسونی فهمیدی؟ خب زکریا بله دوستا گفتنی نداری؟ نه دیگه گفتنی ندارم تشکر از کل دوستا که بلدیز ما کمک کردن نکسن دوربین ساکه تشکری کسان خدا تشکر از کل دوستا که بلدیز ما کمک کردن خب دوستی عزیز این زکریا جانم از شما تشکری کرد البته پیش ندفعه به نظرم شد تشکری نکرد از خاطر که زیر تاثیر به نظرم قدر کمک رفتد نمام جرقم از خاطر زیاد چه رفتد خیرانه یا تشکری کرد دیگه دوستی عزیز تشکر از که تا ایدم مور همراهی کردین بازم به جای از مو زکریا را دنبال کردید تا ویدیو بعد خدا نگهدار